خانمای توانمند ما را شما دید میگم شما واقعا خودتان ظرفیت‌های بسیار خوب و ظرفیت‌های بسیار بزرگی را داشتید و از اینکه این محفل ما را بسیار زیبا ساختید، بسیار خوب ساختید، بسیار هنرمندانه ساختید. از شخصا تشکری میکنم. میفهمم که ما شما در یک شرایطی هستیم که نیاز داریم به اینکه با هم جمع شویم، نیاز داریم به اینکه همدیگر را انگیزه بدیم، تشویق بکنیم. کار را که شما کردیم واقعا با برگزاری شرکت در این نمایشگاه چند پیام بسیار عمده و اساسی دارد. پیام اولش این است که نشان میده که افغانستان دارای ظرفیت‌های بسیار زیاد است. یعنی اگر زمینه و فرصت برای ما مساعد شود، ما مردم افغانستان میتونیم که مدارج بسیار خوبی از هنر و علم و دانش برسیم و سوادهای بسیار خوب داشته باشیم. و پیام دیگه‌اش این است که مخصوصاً زنهای افغانستان، برای افغانستان، آقای افغانستان اگر برایشان زمینه مساعد شود، واقعاً که در عرصه‌های مختلف میتونن بسیار به زیبایی و به خوبی بدرخشند. ما مخصوصاً از تمام بیشتر از 40 نفر یا 40 تا شرکت کننده اهل ما شرکت کردن سپاسگزاری میکنم. اما مخصوصاً از دختر خانم‌ها و جناب‌های گرامی ما سپاسگزاری میکنم که در برنامه شرکت کردن، چی در رسانی بودن، چی در نقاشی بودن، چی در هنر تهذیب بودن، چی در فرهنگی بودن، چی در نوشتن آثار بودن. جای افتخار است که تا کسب شما را می‌برم. یک افتخار ما هستیم، شما همه دان افتخار ما هستیم. بسیار ازتان سپاسگزاری میکنم. پیام دیگه که این نمایشگاه شما داره این است که ما باید با هم جمع شویم، باید ظرفیت‌های خود تشخیص بدیم، باید توی ظرفیت‌ها کار شود و جز صورت بگیرد و در این حال ما باید به هم دیگه کمک دست هم دیگه در شرایط دشوار و سخت. و پیام سومی شما می است که سفارت افغانستان در موجودیت همکارای ما و ما خانه مشترک تمام افغانستان و ما واقعا یک خانه مشترک ساختیم که تنوع و تکثر فرهنگی افغانستان را نمایش بده. شما ببینید در این نمایشگاه شما یک افغانستان را می‌بینید که از نقاط مختلف نمایندگی می‌کنه، از جای مختلف نمایندگی می‌کنه، نه از یک نقطه. و این چقدر زیبا است. شما خب فکر بکنید که اگر یک باغی که تنوع میوه‌ها درش باشه چقدر زیباست و یک باغی که فقط یک میوه باشه چقدر زیبایی افغانستان و زیبایی یک جامعه در تنوع و تکثر فرهنگی است. نمیشه که ما یک جامعه را یک نوع بخوایم بسازیم. این خلاف عقل و خلاف منطق است. و دیگه ای که شما ببینید که اگر یک نظام هستی است، قرآن متعال همین تنوع را در نظام هستی خلق کرده و تشویق کرده و گذاشته. اگر فکر بکنیم که ما چهره‌های انسان با همدیگه تفاوت نمی‌داشتیم، ما کل ما یک چهره می‌داشتیم، در نظام هستی چقدر گردبادی می‌آمد دیگه، ما هیچ هم دیگه تفکیک نمی‌دانستیم به نحوی که ما تفکیک می‌کنیم. ولی خود تنوع باعث شده که ما یک جامعه انسانی یا هر جامعه‌ای که باشه یک جامعه بسیار خوب و مثبت و زیبا داشته باشیم. ولی اگر ما باز بخوایم که کل یک قسم اساس خلاف اصل است، خلاف چیزی از قرآن متعال خلق کرده، برخلاف شیوه‌های متاسفانه امروز در افغانستان مستولی شده و او میخواهد که افغانستان یک نوع بسازد و باعث از بین بردن و سرکوب فرهنگ افغانستان شد که نه معقول است، نه انسانی است، نه اسلامی است، نه ممکن است، نه امکان دارد. همچنین ما از همکارای بسیار گرامی سپاسگزاری می‌کنم از خانجانی که در اصل فاتح‌ها بودن و با شما با تماس بودن و همراهی کردن. سایر همکارای ما که هستند، حکیمی صاحب، عباسی صاحب که بخش امنی اداری و هماهنگی‌ها را پیش بردن، همکارای ما خانم زینب حکیمی سکرتر اول ما در بخش تشریفات ما کار می‌کنن، خانم اندیشمند که با بعضی شما با تماس بودن، الهام صاحب که در بخش فرهنگی ما کار می‌کنن، خانم سعادت و همچنان معصومه خانم، اونا هم بسیار زیاد تلاش کردن که اکثریت شما شاید امروز به تماس باشین و بشناسین که اونا را از تلاش‌هایی که انجام دادن سپاسگزاری می‌کنیم. از دوستایی که برنامه را حمایت کردن، از قادری صاحب، از زکریا رای و دوستای شما از اونا سپاسگزاری می‌کنیم. از دوستای ترک ما که
شما را ما را حمایت کردن تا زمین مساعد شما شما اینجا حداقل یک جایی باشه که شما هم داشته باشین همکاری بکنن انشاءالله ما بتونیم دست به دست هم داده همچون برنامه را بیشتر برگزار بکنیم. خب چی بهتر که ما را بتونیم از آدرس استفاده کنیم. تا زمانی که ما هستیم تعهد ما همین است، ولی ایدئالش این است که ما دست به دست هم داده برنامه را در جای مختلف در روزهای مختلف ولو که مقیاس و اندازش کوچک هم باشه باید برگزار بکنیم. ما از تک تک شما یک بار دیگه سپاسگزاری میکنم، خصوصا یک تعداد شما سال گذشته میشه تشریف داشتیم، سال هم احساس داریم که سایر عزیزایی که داریم تک تک شما را اگر من اسمای شما رو ذهن من نیست یا لیست پیش من نیست که اسمای شما را بخونیم که جواب رو میخوانیم، ولی حضور شما برای ما بسیار زیاد با معناست، بسیار ارزش دارد و اهمیت داره. یک بار دیگه بسیار زیاد سپاسگزار هستم. موفق و معید باشین که آیم برنامه توضیح تحسین‌نامه ها اولا من هم تشریف آوری همه شما را به این محفل خیلی مقدم میگم و از او در هنرمندایی که اسامیشان گرفته میشه خواهشمندم به روی استیج آمده سرتیفیکت‌هاشان را تسلیم شوند. خانم عایشه نور بیگزاده به افتخارشان. Sayın Büyükelçi. خانم فاطمه غزنوی. خانم حامده تسکی. محترم حسن احمدی. محترم عرفان هزاره. محترم جان محمد جعفری. محترم کریم امینی. خانم لاله‌زار. خانم مروه قانت. خانم محدثه طباطبایی. Sayın Büyükelçi. دوباره تنظیم میکنیم فعلا. ما میخوانم خیر از این خانم خاطره طغرا. خاطرانم buradaydı.
خانم مروه کانت هستن؟ جان محمد جعفری؟ مروه خانم